السلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز، امروز به یکی از سوالهای کوتاه مختصرا جواب میگویم و از هر یکی شما خواهش دارم که هر یک جوابهایی که بنده شخصا خودم میدهم از اول تا آخر آن را گوش کنید. بعضی نفرها سری گپ را گوش کرده الکی یک حکم میبرند و تا آخر نوار گوش نمیکنند یا بعضی شرط هایش را به اعتبار نمیگیرند. از سبب چی؟ از سبب اونی که نوار را همش را گوش نمیکنند، اولش را گوش میکنن یا آخرش را گوش میکنن یا یک قسم معینش را گوش کرده خلاصه برداری میکنن. بنابراین خواهش میکنم که نوار را از سر تا آخر گوش کرده بعدا خلاصه گیری کنید. خب، یکی از خواهران سوال داده میپرسد: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد لطفاً جواب میدادید من میتونم زکات پول و طلاهایم را به مادرم دهم؟ من زن هستم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسیار سوال مهم و همچنین بسیار خوب پرسیدند. بیان کردند که نابسته از اونه که این به سوال تاثیر میکند نمیکند، یا گفتند که من زن هستم، بیان کردند. خب اکنون میگذاریم به جواب. فرزند نابسته از زن است یا مرد است، فرزند نمیتواند زکات مال خودش رو به پدر و مادر خودش دهد. یک قاعده مهم است در زکات به لا تدفع الزکاة الى الاصول ولا الفروع. زکات به اصل و فرع داده نمی شود. یعنی زکات به اصل کی است؟ اصل پدر و مادر و بابا و اجداد، و فروع شاخه ها، یعنی نه به بالا پدر و مادر و نه به پایان یعنی فرزندان. انسان نمیتواند که به فرزندان خودش یا نبیرگان خودش زکات مالش را دهد. سبب در چی است؟ باز یک قاعده دیگر که هر نفری که نفقه او به گردن تو واجب است، تو نمیتوانی بر آنها زکات دهی. پدر و مادر نفقه آنها به فرزند واجب است و همچنین نفقه فرزند بر بالای پدر و مادر واجب است. چخیل انسان میتواند آن نفری که نفقه اش بر گردن او است زکات مالش را بر آن کس دهد؟ یعنی او گویا از این جیبش گرفته، از این کیسهش گرفته، گویا به کیسه دیگرش گذاشته ایستاده است. خواه نخواه نفقه او به گردن او واجب است. چگونه میتواند انسان چیکار کند؟ بر او زکاتش را دهد. بنابراین زکات مال را دادن بر پدر و مادر یا اینکه به فرزندان درست نیست و زکات ساقط نمی شود. و چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح خود فرمودند: انت و مالک لابیک، تو و مال و اموالت از آن پدرت است. یعنی هر آنچه که ما داریم، دارایی هایی که ما داریم، پدر و مادر، والدین ما و شما صاحب آن هستند، نابسته مرد هستند، زن هستند. و همچنین اهل علم بر درست نبودن دادن زکات برای پدر و مادر اجماع را نقل کردند. اجماع یعنی با اتفاق تمام اهل علم، یگان مخالف نیست. خب چنانه که در آغاز نوار تاکید کردیم تا آخر تماشا کنید، اینجا دو حالت است که انسان میتواند زکات مالش را دهد. یکم حالت آن است که اگر پدر یا مادر قرضدار باشند، قرض آنها به گردن فرزند واجب نمی شود. یعنی اهل علم گفتند که در این حالت انسان میتواند برای پرداخت کردن قرض پدر و مادر از زکات مالش جدا کرده دهد. برای طعام یا برای وقتی پدر و مادر محتاج طعام باشد، برای طعام و برای نفقه کردن نه، تنها برای چی؟ تنها برای پرداخت کردن قرض والدین میتواند از زکات مالش چیکار کند؟ پرداخت کند. زیرا اینکه یکی از نفرهایی که زکات گرفته میتونه والغارمین، چنانه که الله تعالی در آیت گفته است، شخصان قرضدار میتوانند نابسته از پدر است کسی است از نفرهایی میباشند که زکات دادن برای آنها جایز است. بنابراین فرزند میتواند تنها در حالت قرضدار بودن والدین قرض آنها را پرداخت کند. خب این حالت اول. حالت دومش از بعضی از اهل علم روایت شده است که فرزند اگر به نفقه کردن آنها قادر نباشد چخیل است. و مانند همین خواهری که سوال دادند، زن وقتی شوهر میکند خودش کار نمیکند، برعکس نفقه او به گردن شوهرش است، شوهر بالای او نفقه میکند.
زن وقتی کار نمیکند و بعضی طلاها دارد یا بعضی مالهایی که از شوهرش جمع کرده است، از آن وقتی به نصاب میرسد و 1 سال میگذرد، زکات واجب میشود بالای همون طلاها و پولهایش، ولی او خودش کار نمیکند و نفقه هم کرده نمیتواند بر پدر و مادر. اگر کارگر باشد مثلا میتواند که نفقه کند، نفقه پدر و مادر به گردن او واجب میشود. اما در این حالت او کارگر نیست و نفقه هم کرده نمیتواند. در این حالت بعضی از اهل علم اجازت دادند که زکات مالش را به پدر یا مادرش دهد. این دو حالت بود. والله تعالی اعلم. باز الله داناتر است. البته فرزند چقدر میتواند به پدر و مادرش نیکویی کند، بر آنها نفقه کند، ولی در چنین حالت‌هایی که ذکر کردیم در دو حالت میتواند زکات مالش را به پدر و مادرش دهد. الله تعالی هر یکی ما و شما را دهنده زکات بگرداند و نکوکار بر پدر و مادرانمان بگرداند تا نوار آینده. الله نگهبانتان باشد.